یکی از بزرگترین بوستان‌های عمومی مشهد که مردم تو شرایط عادی کلی از اینجا استقبال میکنن و صبح تا شب تقریبا مخاطب داره، ولی امروز 13 فروردین و مقارنه با شهادت امام علی علیه السلام مردم تحریم کردن. میبینین این نشان دهنده فهم و شعور و دیانت مردمه که امروز رو روز طبیعت رو گذاشتن انشالله و روز جمعه، البته بعد از راهپیمایی قدس. و خب به ندرت هم میبینید شما خیلی تک و توک مگر آدم باشن که اونا هم حرمت رو نگه داشتن، لباس مشکی